حساب میکنیم. وایسات من گفتم باید یک بار دیگه نگاه کنیم. معادله نشان دهندگی بودن ا نشان دهندش x برابری b. برای همین معادله حل کردن ما چه میکنیم؟ b هم اساسی a می آوردیم. بعد وای اساس ها که یخیله شدن ثانی نشان دهنده های برابر میکنیم. مثال تماشا کنید. خب دو نشان دهندش x برابری 32. این معادله حل کن دو مگر شما یک تا راه میدانستید تا همین روزه 32 هم اساسی چند آوردن در کار؟ دو بر. این خیلی میکنید. دو نشان دهندش x برابری دو نشان دهندش چند؟ 5. اساس یخیله شد. نشان دهنده ها به هم برابر میگفتیدن. اکنون اینو تماشا کنید. حالت این خیلی. دو نشان دهندش x برابری 31 مثلا. 31 هیچ اساسی دو آوردن ممکن نیکو. لیکن در اصل همه عدد همه اساس رو آوردن ممکن. فهمیدید؟ فقط برای این موقع یک ترمین ضرور میشه و نامش لگاریتم. و ترمین نامش چیه؟ لگاریتم. حرفهای انگلیسی لاگ که اشاره میکنن. لگاریتم. فهمیدید می؟ پس این لگاریتم چیزی بوده است؟ یعنی x بوده است. نشان دهنده بوده است. فهمیدید می؟ لگاریتم چیزی بوده است؟ x. همین x یافتن در کار انا این 31 بیچاره اساسی دو به خیلی بوتون به آمده نمیتونه. بنابر همین ترمینی نام که لگاریتم که ما یگان عدد اشاره میکنیم. اینا نگاه کنید. اینا احکام می‌نویسیم x برابری لگاریتمی اساسی دو از 31. لگاریتمی اساسی دو از چند؟ 31. این تقریبا چند میشه؟ اینا کالکولاتور با گرفته زنیدگر یک عددی تقریبی حاصل میشه. عددی کسری دهی تقریبی حاصل میشه. فهمو؟ این انکو اینه ببین. اگر اینجا 32 میشد 5 بودن از 5 کمتر خردتر. از 4 کمتر چیزه کلانتر. برای اینکه 4 شد اینجا چند شد نشد کار؟ x ما برای 4 شدن. نه 16. دو نشان دهندش x برابری 16 باشد اگر x برابری چند بود؟ 4. چون 16 ما دو نشان دهندش چیزی بود؟ 4 بود. تمام. مابین 4 و 5 کدام عددها نباشد؟ مثلا تماشا کنید. من شما مثال میگم. دو نشان دهندش x برابری 17. شما x یافتم تا نمیکنید. میتونم تا چیزی یافتم یافتم. x برابری لگاریتم اساسش است. دو از چند؟ 17. من مثال میگم. دو نشان دهندش x برابری 18. دو از 18 و هاکذا تا دو نشان دهندش x برابری 31 میبینیم. x برابری چند میشه؟ دو از 31. انا که بچه‌ها یک چیز مشاهده کنید. انا این عدد از این عدد خردتر آیندهش اینش با کلانتر من 31 از 31 کلانتر 32 باشد از 31 کلانتر. فهمو؟ چون که این فونکسی افزون شونده. فهمیدیم من بچه‌ها؟ انا این چیز لگاریتم. فهمو؟ اگه همین به اعلای این دانش ما یک تعریف تی مگر لگاریتمی اساسی a از b گفته لگاریتمی چه می‌خوندیم برابر لگاریتمی اساسی a از b گفته. تمام. طرزی خواندنش یک بار دیگه. لگاریتمی اساسش a از b گفته یگان نشان دهنده x را مینامند که هنگامی اساسی همین a باید به همین x برداشتن با b حاصل شود. با عددی b چه شود؟ در حقیقت هم همین خیلی کنم x جاش با من این لگاریتم 2 از 31 استفاده کنیم با 31 حاصل میشه. فهمیدیم؟ یعنی که یک بار دیگه تعریف تکرار میکنم. لگاریتمی اساسی a از b گفته همین خیلی نشان دهنده رو مینامند که x را یعنی همش x بوده است. x را مینامند که هنگامی a را به آن نشان دهنده باشتن b حاصل شود. فهمیدیم من؟ فقط در اینجا همین که یعنی b ما کلان از چند؟ 0. a ما کلان از 0. اما باید که به یک برابر نشود. چون که وقتی که اساس به یک برابر میشه نشان دهنده چندی که نشود باز چند میشه؟ باز یک میشه. فهمید؟ اگر بچه ها
یکم چیزی که از اینجا بعد این چیز خلاصه مراد همین که انا خود نگاه کنید. اگر به جای انمین x به جای x قیمتش گذاریم اگر این چیزا مدل نشان دهندگی ما چه میشه؟ a نشان دهندش لگریسم اساسی a از b برابری b. a نشان دهندش لگریسم a از b برابری چه b. این نامش عینیت اساسی لگریسمی. عینیت سردست اساسی لگریسمی. نگاه کنید. a لگریسمی a نشان دهندش لگریسمی از a از b برابری سردست b. فهمیدیم؟ این یکم فرموله که شما باید دونید. دویم فرموله تماشا کنید. همه گونه عدد لگریسمی a از a برابری چند؟ برابری 1. برای چی؟ برای اینکه a نشان دهنده 1 و a برداریم باید چه میشه؟ a. موافقی قاعده میخواد بود که a به همین نشان دهنده برداریم b حاصل شده بود که a نشان دهندش 1 بود چه میشه؟ a میشه. این اساسی a از 1 برابری 0. برای چی؟ برای اینکه a نشان دهندش 0 با به چند برابر میشه؟ یعنی همه گونه عدد به 0 برداریم باز 1 میشه. انا کو بچه‌ها خاصیت هایش. چهارم نگاه کنید. این شما میدانید لگریسم اساسی a x ضرب y به چی برابر بود؟ لگریسم اساسی a از x جمع لگریسم اساسش a از y. آفرین. اگر حاصل تقسیم باشد چی؟ ترک میشون. لگریسم اساسی a x تقسیم y برابری لگریسم اساسش a از x ترکی لگریسم اساسش a از y. لگریسم اساسی a از x ترکی لگریسم اساس a از y. ششم خاصیت و ضرورترش نگاه کنید. لگریسم اساسی a x نشان دهندش n. این لگریسم اساسی a از x. انا اکنون در ماهش این طرف رو می‌نویسیم. هفتم خاصیت لگریسم اساسی انا همین چیزا پرترش بود. لگریسم اساسی a از m x نشان دهندش چیزه n. این چه بود؟ n تقسیم m. n تقسیم n لگریسم a از x. آفرین. هشتم فرموله که ما باید دانیم این چیزه بود. لگریسم اساسی a از b برابری لگریسم اساسی c از b تقسیم لگریسم اساسی c از a. این به نهایت فرموله اساسی نام این چه بود؟ فرموله گذریش به اساس چیز دیگر. یعنی کار اساسی لگریسم چی کار کردیم دیگر. از همینجا خلاصه مبارد کی حالت خصوصیش همین فرموله لگریسم اساسی a از b برابر 1 تقسیم لگریسم b از a. یا اینکه اگر لگریسم اساسی a از b یا لگریسم اساسی جاش چپه b از a به ضرب زنیم به چند برابر شده است؟ به 1 برابر شده است. فهمیدیم بچه‌ها؟ بله دهمش گفتم ممکن که دهمش فهمو. خلاصه انا همین فرموله خاصیت های لگریسم شما باید همین چیز دانید. تعریف لگریسم دانید به همین کفایت. بچه‌ها یک بار دیگه لگریسم گفته چیزی میگفتیم. لگریسم گفته لگریسم اساسی a از b گفته همان نشان. بله لگریسم اساسی a از b گفته همین خیل نشان دهنده را میگوییم که هنگامی a را به همان نشان دهنده بستن b حاصل شود. تمام نه بچه‌ها فهمو باشد یک تا قرصه